خب بچه‌ها یه سری کار پیش اومده. این اپیزود قرار استثنا یکم سنگین باشه ولی نگران نباشید، اوکی میشه براتون. ببینید، حالا میخوام شروع بکنیم راجبش صحبت بکنیم. این همون میلنگه که راجبش صحبت کردیم و مورد بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنیم اینجاست. این موردی که میبینید این حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم ولی دنده زنجیر اویل پمپه و خب همونطور که صحبت کردیم راجبش شرکت خودروسازی واسه کاهش هزینه و غیره یه سری چیزها رو مشترک بین خودشون استفاده میکنن. یه سری مواردی که من دارم میگم بین 206 تیو 5 و تیو 3 که هیچی، حتی بین پژو و سیتروئن هم مشترک. حالا این بین تیو 5 و تیو 3 مشترکه. یا مثلا مورد بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم این دنده تایمینگی هست که استفاده میشه و این مشترک نیست. چرا؟ چون تایمشه، تایم مثلا تیو 3 و حالا تیو 3 و تیو 5 با هم متفاوته و خب این مدل 19 دندونشه. برای تیو 5 خب این عدد متفاوته، برای ماشین مختلف فرق کنه، یعنی این جزء اون قطعات مشترک بینشون نیست. ولی مثلا مورد بعدی این موردی هستش که من توی عکس بهتون نشون بدم. یک کاسه نمدی اینجا هست استفاده می‌کنیم. علتش هم این هستش که واقعا روغنکاری توی اینجا مهمه و خب این روغن نباید مثلا نشتی بده، نباید. میدونید کاسه نمد حالا وظیفه‌های مختلفی دارن ولی دارم میگم یه حجم زیادی از مسائلی که اینجا استفاده شده به خاطر اینکه میلنگ قطعه‌ای که فوق‌العاده تحت فشار ضربه‌های موتوره و خیلی به روغنکاری قوی احتیاج داره. جای مختلف شده در ادامه بحثم بهش میرسیم و مواردی مثل واشر و اینها خیلی براش لازم میشه، یا مثلا سوراخ‌هایی که برای روغنکاری هست خیلی براش لازم میشه. مورد بعدی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم همین کاسه نمد هست ولی توی عقب میلنگ هست. حالا جلو عقب میلنگ هم بعدن راجع به این که چجوری باید تشخیصشون بدیم صحبت میکنیم.